در باغ حیوانات سیاره میمونها که در کیلومتر 47 شورای کالوگا در تقریبا 20 کیلومتری شهر پدولسک ولایت مسکو جایگیر شده است، یک شهروند خارجی جان باخته است. او به جستجوی کار به این باغ حیوانات آمده بود. جسد شهروند 64 ساله تاجیکستان را بعد 3 روز مردنش از حجره پیدا کردند. در این باره خبرگزاری روسی رگنیوم از قبل یک منبع خود خبر داد. بنا به اطلاع این منبع، روز 8 مارس سال 2024 مدیر باغ حیوانات سیاره میمونها به پلیس خبر داده است که چند روز پیش زاده یکی از جمهورهای سابق شوروی به جستجوی کار به کارخانه آنها آمده بود. به او فهماندند که مسئله جای کارش روز 8 مارس حل می شود و تا آن وقت او می تواند در یکی از حجره‌های بنای ساختمانش هنوز ناتمام زندگی کند. به گفته مدیر باغ حیوانات، از آن روز آن آدم را دیگر کسی ندیده بود. روز 8 مارس به جستجوی او افتادند تا حجره‌هایش را برای به کار گرفتن درست کند، ولی در حجره‌ای که مهاجر تاجیک آنجا میزیست بسته بود و با وجود تختخوی زیاد کسی در را نگشود. بعد این کارمندان در را زده شکستند، به حجره در آمدند و در روی کت خوابش جسد الکه سر شده مهاجر تاجیک را پیدا کردند. به گفته منبع رگنیوم، از مرگ او 3 شبانه روز گذشته بود. بنا به تشخیص‌های مقدماتی، سبب مرگ او فشار بلند شده است. بنا به معلومات به دست آورده پلیس، مهاجر فوتیده هنوز در پایان سال 2019 از تاجیکستان به روسیه آمده بود و مهلت ثبت نامش هنوز ماه اکتبر سال 2021 به انجام رسیده بود، ولی او در روسیه ماند. از این معلومات برمی‌آید که او بیش از 4 سال باز یگان بار به وطن نرفته بود. اکنون برمیگردد برای بار آخرین و در درون تابوت تا که بعد سالیان زندگی و مرد کاری در ملک مسافرت بالاخره در بستر خاک وطن برای همیشه آرامش پیدا کند. درباره شخصیت مهاجر فوتیده یگان معلومات داده نشده است.